قطعا در مورد هوش مصنوعی های مختلف تولید تصویر با استفاده از متن زیاد شنیدید و اگر پیگیر این دست هوش مصنوعی ها بوده باشید حتما اسم میدجرنی رو شنیدید. میدجرنی یکی از بهترین ابزارهای تولید تصویر بر پایه متن هستش، اما میدجرنی رایگان نیست و قابل استفاده هم نیست. ما نمیتونیم اکانت تهیه بکنیم و دوستانی هم که اکانت تهیه میکنن متاسفانه اکانت هاشون بسته میشه. اما استیبل دیفیوژن رو اگر در مورد شنیده باشید میدونید که یکی از مدل های اوپن سورس یا رایگان هوش مصنوعی برای تولید تصویر هستش و توی ورژن های جدید و توی آپدیت های جدید بسیار بسیار خوب داره عمل میکنه. امروز یکی از مدل های استیبل دیفیوژن یا یکی از نرم افزارهایی که بر پایه استیبل دیفیوژن کار میکنه رو میخوام بهتون معرفی کنم به عنوان فوکس و اینکه فوکس رو اینجوری باید تلفظ کرد یا من اینجوری تلفظش میکنم به خاطر اینه که F 3 تا O داره و بعدش CUS. مطمئن نیستم هنوز واقعا چطور باید اون رو تلفظ کرد، اما با قاطعیت میشه گفتش که قدرت این هوش مصنوعی، قدرت این ابزار به خوبی قابل مقایسه با میدجرنی هستش و در تصاویری که من با استفاده از فوکس تونستم تولید بکنم و جنریت بکنم واقعا تفاوت چندانی با اتفاقی که در میدجرنی میفته وجود نداره. عملا میتونیم بگیم که زمانی که شما از این نرم افزار استفاده میکنید میدجرنی رو به صورت رایگان خواهید داشت. چند تا نمونه تصویری که همین الان در حال جنریت شدن بود رو میتونید ببینید، به جزئیات میتونید دقت بکنید، ببینید که چقدر جزئیات پوست، بقیه جزئیات، چشمها و همینطور استایل عکس، همسانی عکس با استایل عکاسی رو میتونید به خوبی ببینید و ببینید که این ابزار چقدر خوب اینها رو تولید میکنه. پرامپتی که من اینجا وارد کرده بودم جنگل الف بود، یک الف جنگلی و خب این 4 تا تصویری هستن که با استفاده از این پرامپت بدون استفاده از تنظیمات پیشرفته، بدون پرامپت انجینیرینگ یا بدون اینکه در واقع تخصصی در نوشتن پرامپت داشته باشیم یا اون رو اینجا انجام داده باشیم، این تصاویر رو تونستیم به دست بیاریم. توی این ویدیو من نحوه نصب فوکس رو بهتون در واقع براتون توضیح بدم تا بتونید اون رو روی سیستم خودتون نصب بکنید و ازش استفاده بکنید. تنها نکته‌ای که وجود داره این هستش که برای استفاده از فوکس باید یک کارت گرافیک انویدیا داشته باشید که حداقل 4 گیگابایت حافظه ویرم داشته باشه. پیشنهاد اینه که 8 گیگابایت حافظه داشته باشه. روی بعضی از سیستم هایی که ممکنه گرافیک AMD داشته باشن روی بعضی از اون سیستم ها کار میکنه، روی همشون ممکنه کار نکنه. اگر سیستمتون یه مقداری ضعف داره حداقل 8 گیگابایت رم هم باید داشته باشید. هر چقدر این مقدار رم و ویرم بالاتر باشه و کارت گرافیک بهتری داشته باشید طبیعتاً نتیجه بهتر و سرعت بیشتری از این نرم افزار خواهید گرفت. اما برای نصب فوکس کاری که باید بکنید اینه که وارد گوگل بشید و اسمش رو سرچ بکنید دقیقاً به این شکل FOCUS فوکس. کلید اینتر رو که بزنید اولین نتیجه‌ای که پیدا می‌کنید گیت هاب هستش. من نمیدونم توی اولین ویدیویی که میخوام توی یوتیوب بذارم آیا یوتیوب من اجازه میده لینک رو توی دیسکریپشن بذارم یا نه، اما اگر ممکن بود لینک این صفحه رو براتون اون پایین میذارم که بتونید روش کلیک بکنید. روی این لینک کلیک میکنیم و وارد صفحه گیت هاب فوکس میشیم. خیلی آرام و آهسته سکرول بکنید برید پایین و یه سری نمونه تصاویر میبینید. فارست الف دقیقاً شبیه به پرامپتی هستش که من وارد کردم و خب تصاویرم شبیه هستن. یه مقدار وقتی که برید پایین تر اینجا معادل هایی که فوکس برای میدجرنی داره رو میتونید ببینید که هر کدوم از قابلیت هایی که میدجرنی داره فوکس اون رو به چه شکلی استفاده میکنه. و یک پرامپت ماجیک که توی لئوناردو وجود داره، توی هوش مصنوعی لئوناردو، کارش این هستش که
پرامپت ساده‌ای که شما می‌نویسید رو اپتیمایز میکنه، به بهترین نحو اون رو گسترش میده، بهترش میکنه و یک پرامپت بهتر به هوش مصنوعی میده که اون رو توی فوکس ما داریم، فوکس V2. بعدن توی ویدیوهای بعدی جزئیاتش رو براتون توضیح خواهم داد یا شاید در انتهای این ویدیو. اما در انتهای این جدول میرسیم به قسمت دانلود. فوکس رو میتونید برای ویندوز، برای مک و برای لینوکس دانلود بکنید. اولین لینک ویندوز هستش که من میخوام ازش استفاده بکنم. اگر از سیستم عامل‌های لینوکس و مک استفاده میکنید، در ادامه توی قسمت‌های پایین‌تر میتونید ببینید که هر در واقع سیستم عاملی که دارید با استفاده از با توجه به کارت گرافیک یا GPUی که دارید، از کدام یک از اینها باید استفاده بکنید. این نسخه هستش که روی ویندوز برای کارت گرافیک های AMD کار میکنه و هر کدوم از اینها یک مینیمال ریکوایرمنت یا حداقل سخت افزار مورد نیاز دارن. با توجه به سیستمتون باید چک بکنید که حداقل مورد نیاز برای سیستم شما چی هست. برای مثال ویندوز و لینوکس با کارت گرافیک انویدیا RTX سری 4، سری 2، سری 1 و برای هر کدوم از اینها میبینید که چقدر حافظه گرافیک برای یک کارت گرافیک نیاز دارید و چقدر حافظه رم نیاز دارید. توی این ردیف رم رو میبینید و توی این ردیف GPU رو و همینطور میبینید که برای بعضی از کارت گرافیک ها پشتیبانی نمیشه. بنابراین قبل از اینکه دانلود بکنید، چون حجمی که دانلود میکنید یه مقداری زیاد هست، بررسی بکنید و ببینید که آیا سیستم شما و کارت گرافیک شما فوکس رو ساپورت میکنه یا خیر و بعد اون رو دانلودش بکنید. البته اگر در نهایت سیستم ضعیفی دارید که نمیتونید اون رو دانلود بکنید، توی یک ویدیوی دیگه براتون توضیح میدم که چطور بتونید از فوکس توی گوگل کولاب استفاده بکنید. یه مقداری دستتون بسته تر میشه، محدودیت پیدا میکنید، اما به هر حال میتونید ازش استفاده بکنید و تصاویر خروجی رو هم ذخیره بکنید. اما برای دانلود و نصب فوکس روی ویندوز، همونطوری که گفتم، یک بار دیگه من از اول میام پایین. این لینک رو که باز کردیم، توی گوگل سرچ کردیم و وارد گیت هاب شدیم، میایم پایین، میرسیم به قسمت دانلود و روی این لینک کلیک میکنیم تا دانلود فوکس شروع بشه. حجمی که توی این مرحله دانلود میکنید حدود 1.8 گیگابایت هستش. 1.82 گیگابایت حجمی هستش که توی این مرحله دانلود میکنید. اما این تمام ماجرا نیست. بعد از اینکه این دانلود انجام شد، زمانی که ما فوکس رو اجراش میکنیم، در واقع چند فایل دیگر رو هم دانلود میکنه که در ادامه اون رو براتون توضیح میدم. من این دانلود رو کنسل کردم چون که قبلا فوکس رو دانلود کردم و فایلی که شما دانلود خواهید کرد رو اینجا میتونم بهتون نشون بدم. این فایلی هستش که شما دانلودش میکنید. 1.82 گیگابایت، در واقع 1.82 گیگابایت حجم داره و به صورت فشرده با پسوند 7 زیپ هستش. روی اغلب ویندوز ها میتونید به راحتی روش کلیک راست بکنید و گزینه اکسترکت آل رو بزنید. اگر ویندوزتون این قابلیت رو پشتیبانی نمیکنه، با استفاده از وینرر هم میتونید اون رو اکسترکت بکنید. کافیه برید و اکسترکت فایل رو انتخاب بکنید و کلید اوکی رو بزنید تا محتویات این فایل اکسترکت بشه و در یک پوشه دیگه قرار بگیره. خب بعد از اینکه اکسترکت این فایل تموم شد، ما یک فولدر داریم. اون رو باز میکنیم. فوکس، پایتون امبدد، ران انیمه و ران ریالیستیک. این سه تا فایل هایی هستن که ما میتونیم با استفاده از اونها فوکس رو ران بکنیم. برای شروع با اولین فایل شروع بکنید. ران، با استفاده از مدل ران انیمه ما میتونیم تصاویر انیمه تولید بکنیم و با ران ریالیستیک هم تصاویر ریالیستیک. اونها رو بعداً با هم مرور میکنیم. اما اولین کاری که باید بکنید اینه که این فایل رو اجرا بکنید. یک صفحه پرامپت باز میشه و فوکس شروع میکنه به دانلود کردن مدل اولیه‌ای که با استفاده از اون ما تصاویر رو جنریت خواهیم کرد
و مدل پایه، مدل بیسیک، مدل پیشفرضی که فوکس برای ما دانلود میکنه مدل جاگرنات XL هستش که بر پایه استیبل دیفیوژن هم هست و اینجا روند دانلود رو میتونید ببینید. همونطوری که میبینید 6.62 گیگابایت، حدود 6.5 گیگابایت حجم این مدل هستش. بسته به سرعت اینترنتتون یه مقداری زمان لازم دارید تا تمام فایل ها و تمام اطلاعات این مدل دانلود بشه و میتونید سیستمتون رو رها بکنید. بعد از اینکه این مدل دانلود شد، این صفحه برای شما باز میشه و فوکس برای شما آماده اجرا هستش. همونطوری که میبینید رابط کاربری بسیار بسیار ساده است. مثل بقیه مدل های استیبل دیفیوژن پیچیدگی واقعا اصلا نداره. یک سری تنظیمات توی منوی ادوانس میتونیم ببینیم با فعال کردن این گزینه که مهمترین چیزی که فکر میکنم الان بهش باید توجه بکنید ابعاد تصویری هستش که شما میخواید جنریت بکنید. توی قسمت بالا تصاویر عمودی، این وسط 1024 در 1024 یک تصویر مربعی رو برای شما تولید میکنه و بقیه سایزها هم سایزهای افقی هستن. بر اساس نیازتون هر کدومی که دوست دارید انتخاب بکنید و اینجا میتونید اولین پرامپت خودتون رو بنویسید و از تجربه جنریت کردن اولین تصاویر با استفاده از فوکس لذت ببرید. من برای مثال 896 در 1152 رو انتخاب کردم و این دوتا تصویر رو جنریت کردیم. تعداد تصاویری که جنریت میشه رو اینجا میتونید تغییر بدید. ایمیج نامبر رو میتونید از 1 تا 32 تغییر بدید که خب خیلی بستگی به مقدار رم موجود و حافظه کارت گرافیکتون داره. معمولا 4 تا تصویر رو هر بار میتونید جنریت بکنید. فرمت خروجی تصویر میتونه PNG، JPEG یا WebP باشه، اما PNG فرمت بهتری است برای اینکه فشردگی در اون اتفاق نمیفته و در واقع تصویر نهایی کامپرس نمیشه. نگاتیو پرامپت اون چیزی هستش که شما در تصویر نمیخواید اتفاق بیفته. تو خیلی از موارد نیازی به نوشتن نگاتیو پرامپت ندارید. توی قسمت بالا پرفورمنس رو میبینید. کوالیتی زمان بیشتری برای تولید تصویر نیاز داره. اسپید بهترین گزینه است یا حداقل گزینه ای هستش که من پیشنهاد میکنم باهاش شروع بکنید. و اکستریم اسپید یا سرعت خیلی زیاد، سرعت بی نهایت، سرعت بیش از حد گزینه ای هست که اون رو توصیه نمی کنم. بنابراین توی شروع از گزینه اسپید استفاده بکنید. تعداد ایمیج رو میتونید 1 2 3 4 تا بذارید برای تمرین و آزمایش فوکوس و امیدوارم از اولین تصاویری که با استفاده از این نرم افزار تولید میکنید لذت ببرید. در ویدیوهای بعدی در مورد سایر تنظیمات، استایل ها، مدل ها، تنظیمات پیشرفته و بقیه کارهایی که میتونیم با استفاده از فوکس انجام بدیم با هم صحبت خواهیم کرد. روزتون خوش و خدا نگهدار.